چون دو سوال داشتم مهم. در باب قرضه روزگار. من طول 3 ماه میشه که نیت قرضه کارا گرفتیم. مهم. بسیاری میرن کلیسیان که میگن پیش ماه رمضان ما باید برای روزه گیری، مهم. باید با این بانک کمتر خوردن گیری. آیا هم یکان سبب یکان؟ یگان اساس ندارد. قرض را شما تمام سالم گرفته می توانید. یگانه 2 روز عید، روزهای عید قرض گرفتن ممکن نیست، قضا گرفتن. دیگری وای تمام سال، تمام ماهی شعبان رو اگر شما قضا گرفت هم یگان باکی ندارد. کسی میگه بین بین باید بخوری، این برای روزه نافله هست. روزه نافله رو یک سره گرفتن ممکن است، اما برای قضا هر چی میتوانید تمامش کنید، به این ثوابه به این میگیرید. سمت موقع سوالی دیگر. همه با کودکان کوکلا و یگان خیست چه توفه کلان جایز است که برای هیچ نه بوکه شکلی ندارد و نمیشه. بازی میکنن که برای بازی ممکن است، اما برای کلونا توفه میکنن که به خانت خوش رو کردمون نوای جایز نیست. بازیچه ممکن است، خب نه؟ جد زخم. در زمان پیامبر هم بچه کو بازیچه داشتن، حضرت عایشه بازیچه داشتن. بازیچه بوکه ندارد مادامی که با اون کودک بازی میکنن.